سلام دوستان عزیزم، خوبین؟ خوشین؟ انشالله که همیشه موفق باشین. اومدم یه راه حل بهتون نشون بدم که بفهمید واچ تایم کانال یوتیوبتون چقدره. اونایی که تو یوتیوب فعالیت دارید، یوتیوب استودیو رو تو گوشیت نصب میکنی، بعد میری رو یوتیوب استودیو. من الان 2 چنل دارم، این واچ تایمش پر شده. بخوای هر چند تا چنلی که داشته باشی همین با همین یه یوتیوب استودیو میتونی بری داخل چنلت، حسابتو عوض میکنی. بعد برای اینکه بفهمی واچ تایم حسابت پر شده، اینجا نوشته کسب درآمد، میزنی اینجا. خب الان نگاه کنید، این گزینه ها برای شما میاد. من الان 299 تا مشترک، اگه 500 تا مشترک تو 3 ماه پر کنی با 3000 ساعت واچ تایم، مرحله اول مانیتایزید میشه. تو 1 سال بتونی 4000 ساعت رو پر کنی، مانیتایز میشی. مثلا من الان از 3000 ساعت یا 4000 ساعت فقط 138 ساعتش رو پر کردم. ولی خب راحت اینجوری میفهمید چقدر واچ تایمت پر شده. نگاه کن اینجوری، این قسمت ها رو میبینید، نگاه، این واچ تایمه. مرحله اول که واچ تایمت پر بشه، این گزینه ها رو میشه باز کنید. نگاه، عضویت ها، ابر امکانات با خرید کردن. مرحله دوم اینا، آگهی های صفحه تماشا، آگهی های کوتاه ویدیو. مثلا 4000 ساعت تو که پر کنی، این گزینه ها رو میتونی باز کنی برای که رو ویدیوها یا رو لایوات خود یوتیوب آگهی میذاره رو ویدیوهات. انشالله که تو کارتون، تو چنلتون موفق باشید.